توپ گلبال یک توپ خاص مربوط به رشته گلبال هستش که 1 کیلو و 250 گرم وزنشه. داخلش 2 تا دونه زنگوله داره که وقتی که این توپ روی زمین خورده میشه این صدای زنگوله هاش از این 8 سوراخی که در دو طرف توپ وجود داره به سلو بیرون میاد و بچه ها میتونن از صدای این توپ منطقه توپ رو تشخیص بدن و شیرجه بزنن. در حال حاضر در تحریم که هستیم این توپ هم به اصطلاح ما در مضیقه هستیم و شاید بگم این تنها توپ اصفهان باشه که ما در حال حاضر داریم باش کار میکنیم. میشه گفت که این یه طوری به خاطر بحث تحریم ها نایاب هست.